امام صادق می‌فرماید فقیه حاکم اذا حکم به حکمنا، وقتی بر اساس مبانی ما دستور داد، رد علیه رد علینا، کسی که حکم او رو رد کنه حکم ما رو رد کرده. رد علینا رد علی الله، هر کی حکم ما رو رد کنه حکم خدا رو رد کرده. و هو فی حد شرک بالله، دین ندارد. یه حدیث رو امام تو ولایت فقیه هم آورده، مفصل توضیحش داده، بهش میگن مقبوله عمر بن حنظله، یکی از ادله اصلی ولایت فقیه. ببین میگه کسی که مقابل فقیه حاکم وایسه دین نداره. خدا رحمت کنه مرحوم الله خوشبخت، ایشون یه روایت از کافی خوند، گفت ببین کسی که کتباً زباناً و عملاً با فقیه حاکم مخالفت کنه فاسقه و کارهایی که نکرده هم میشه بهش نسبت داد و در جامعه پخش. خیلی خطرناکه جدا. کارهایی که نکرده یعنی چی؟ یعنی هیچ حرمتی نداره. بله آفرین. یعنی تهمت یعنی همین، یعنی کارهایی که نکرده. خیلی حرف. اینقدر حکومت اسلامی مهم. وقتی میگید حفظ نظام اوجب واجباته، وقتی میگید آقا تو حرم امام رضا 2 سال پیش فرمودن چی، هم یک فروردین فرمودن اولین و مهمترین معروف خدا ایجاد و حفظ حکومت اسلامیه. تو ولایت فقیه اصلی امام تو کتاب البیعشون امام میگه الاسلام هو الحکومه. اسلام اصلا یعنی چی؟ یعنی حکومت. کسی تو کاسه فقیه حاکم بزنه در جا ساقطه. حالا ما بالاترش هم میگیم، امام اونجا تو اون نامه 16/66 چی میگه؟ میگه میفرماید که ولایت فقیه و حکومت اسلامی جزء احکام اولیه اسلام است. عبدی مدیا